اگر بازگشت به گذشته، منظور تمدن یا فرهنگ، ارزش هایی که اون تمدن بزرگ بر اون ساخته شده بود باشه، من کاملا موافق هستم. برای ساختن هر تمدنی بزرگی نیاز به فرهنگ و ارزش های درستی است. بدون داشتن دانش، فرهنگ و ارزش های درست، ساختن تمدن بزرگ نیست، کار آسونی نخواهد بود. اگر منظور از بازگشت به گذشته در این رابطه باشد، حرف بسیار زیبایی است. کاملا موافق هستم. اما بازگشت به گذشته به 35 سال پیش که چه دوران طلایی داشتیم، وضعیت ما خیلی خوب بود، شرایط بسیار خوبی برای همه بود، همه مردم از آزادی ها برخوردار بودند و نظام بسیار خوبی در اون جامعه بود و غیره و غیره. بحث هایی است که ما رو بیشتر از هم دور خواهد کرد، بیشتر به پراکندگی ما خواهد انجامید، بیشتر به تحکیم و قدرت گیری نظام حاکم یا نظام اسلامی خواهد شد. برای چی؟ برای اینکه این نظام خواهان گفتن چنین بحث‌ها و گفتگوهایی هست، مستقیما یا غیر مستقیما در این بحث‌ها، در این گفتگوها، نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده درستی مثبتی خواهد کرد. نظام گذشته شاید از بسیاری موارد نظامی خوبی بود، آزادی های شخصی بود، مردم آزاد بودن اونطور که دوست داشتن زندگی بکنن، اونطور که دوست داشتن لباس بپوشن. خیلی از مسائل دیگه که نیاز به وقت زیادی دارد اگه بخوایم به اون اشاره کنیم. اما اون چی که در اون نظام نیست نبود، آزادی های سیاسی بود، دگر اندیشی بود، آزادی بیان بود، نوشتن بود، گفتگو بود. به مسائل سیاسی اون کشور نمیبایست کسی صحبت بکنه، گفتگو بکنه، اونو مورد نقد و بررسی و ارزیابی و انتقاد خود قرار بده. چنین آزادی هایی نبود. اگه بود که من و تو به این روز کشور ما به این سرنوشت دچار نمیشد، غیر ممکن بود. اگه کسانی که آخوندها روحانیت، آیت الله ها رو میشناختن، اولا که آیت الله ها، اونایی که آیت الله عظما بودن، کاملا مسئولیت جانی داشتن. کسی جرأت دستگیری اونا رو حتی نداشت. اکنون میدونیم که این مغزای اینا چیست، چه در مغزای اینا میگذره، چه انسانهای، آدمهای بی سواد و بی دانش و بی مخی هستن. کارشون کلاهبرداری، دروغ و تکرار داستان گویی و غیره و غیره که نمیخوام در این رابطه بحثی در حال حاضر کنم. جامعه‌ای که مردمش آزادی بیان نداشته باشن
آزادی سیاسی درش نباشه، چند حزبی نباشه، جامعه رشد نخواهد کرد، پیشرفت نخواهد کرد. جامعه یه جامعه مستبدی خواهد بود. این جامعه اگه کسی دیکتاتور نبود، دیکتاتور خواهد شد. قدرت در یک جا، در یک مرکز جمع بشه، کار خطرناکی است. کما اینکه در ایران شده بود و اکنون که بدتر و بدتر شده. اون نظام در پاره موارد کارهای مثبتی برای ایران، برای جامعه ایران انجام داده بود، در این شکی نیست، کسی منکر اون نیست. اما آزادی نبود. اکنون 35 سال 34 سال از این ماجرا گذشته است و همین تجربه رو بسیاری دیگر از کشورها داشتن، از جمله کره جنوبی همین مسائل رو در کشور خودش داشت. در آن کشور نیست دیکتاتوری بود، استبداد بود، زورگویی بود، دگرگونی پیش اومد، انقلاب پیش اومد، مردم به آزادی‌های سیاسی دست یافتند و توانستند مستقیما با رأی آزادانه نماینده های خودشون و رئیس جمهور خودشون انتخاب بکنن. در این 35 سال این کشور به اوج شکوفایی اقتصادی دست یافته. اما کشور ما متاسفانه نتوانست. مردم ما توانایی این کار رو نداشتن. از آزادی چیزی درستی نمیدانستن، برداشت درستی از آن نداشتن که آزادی چیست. وقتی ملاها، آخوندها اومدند گفتند آزادی باید در چارچوب نظام اسلامی باشد، پایه دیکتاتوری اسلامی رو بنیاد کردند. همون روز نخست. اما درک ما از آزادی چی بود؟ دانش ما چی بود؟ یه دلیلی داشت که این فهم و شناخت و دانش ما در این زمینه بسیار پایین بود. ملاها با توجه به سازماندهیشون، با توجه به نظمی که داشتن، انضباطی که داشتن و تشکیلات بسیار بزرگی بودن و میتونستن کلاه سر مردم بگذارن، تونستن اون آزادی رو که همه ما شعارشو میدادیم یا آرزوی آن را داشتیم در چارچوبی دوباره محدود سازن و فقط برای خودشان. همونطور که در نظام گذشته نیز همین مشکلات رو داشتیم. اگه در نظام گذشته آزادی سیاسی بود، جامعه میتونست مسائل سیاسی مذهبی رو مورد بحث و گفتگو نقد قرار بدهد که به اینجاها کارمون به اینجاها کشیده نمیشد. متاسفانه این مسئله برای خیلی ها هنوز روشن نیست و مستقیما یا غیر مستقیما همون گونه که گفتم به نفع مردم ایران، کشور ایران، به نفع آینده ایران نیست. فقط به نفع تحکیم پایه های ننگین حکومت اسلامی است. چون تفرقه وجود میاره، دوگانگی به وجود میاره، شکافمون نسبت به هم عمیق‌تر میکنه، بین هم عمیق‌تر و فاصله ها رو دورتر میکنه.
اینکه برگردیم به گذشته 35 سال پیش مشکلی از مشکل من و تو رو حل نخواهد کرد، مشکلی از مشکل ایران را حل نخواهد کرد. این فقط بیانگر این است که به ناامیدی دست یافته ایم. فقط به خاطر این است که اعتماد به نفس خود را از دست دادیم، خود باوری رو از دست دادیم. ما که نمیتوانیم به 34 سال 35 سال پیش برگردیم. اکنون باید به شرایط کنونی خود بنگریم، ببینیم در چه روزی هستیم، در چه شرایطی هستیم، در چه چای عمیقی فرو رفتیم، چطور و چگونه میتوانیم از این چای عمیق با اتکا به اراده خود با همکاری هم خارج شویم، بیرون آییم. چطور میتونیم آینده بهتری بسازیم؟ به چه شیوهی، با چه اندیشه‌ای میتونیم گام‌های خوبی، قدم‌های محکمی در راستای ساختن کشوری بر اساس آزادی باشیم؟ جامعه‌ای که آزاد نباشه فرق نمی‌کنه، هر جامعه‌ای باشه، شاه باشه، ولایت فقیه باشه، تک حزبی باشه، غیره و غیره، این جامعه درستی نیست. مردم رشد نخواهند کرد. مردم از بسیاری دانش‌ها دستشون کوتاه خواهد ماند. به نفع کشوری نیست، به نفع گروه‌های محدودی است که این گروه‌ها میتونن بسیاری نیست از توده‌های مردم دور خود با دروغ، کلاهبرداری، با هدیه‌های گوناگون جمع کنن. این توده ها میتونه مردم عادی باشه، میتونه روشنفکرهای منافع پرست خودفروش هم باشه، فرقی نمیکنه. در این نظام میبینیم همه نوع افراد هستن، اونایی که از این نظام حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، کاری ندارن که دست این نظام به خون مردم ایران آغشته است یا نیست. چه فرق میکنه دست شاه در کشتن مردم، دستگیری مردم، شکنجه مردم، یا دست آخوند و ملا؟ چه فرقی میکنه؟ فرقی نداره. مشکل ما اینه که اکنون به اون چی که میخواستیم نرسیدیم. حال که نرسیدیم نمیتونیم برگردیم به گذشته بگیم چه گذشته خوبی داشتیم. چرا به حال فکر نمی کنیم؟ چرا به آینده نمی نگریم؟ چرا نمی‌ریم حال خودمون رو بسازیم، آینده خود رو بسازیم؟ این که گذشته کی بودیم و چی بودیم مشکلی از مشکل ما رو حل نخواهد کرد. اگه میخواییم به مسائلی، اگه میخواییم به مسائلی نپردازیم
اگه میخواهیم با سرزنش کردن رفتار خودمون رو توجیه بکنیم، کلاهبرداری بیش نیست. این نیست مانند حرفای ملاها و امامای دروغین. کلاهبرداری بیش نیست. ما نمیتوانیم 35 سال به عقب برگردیم. کاری است غیر ممکن. حتی اندیشیدن به آن جلوی پیشرفت ما را خواهد گرفت. باعث کندی کار ما خواهد شد. باید از اون تجاربی که به دست آوردیم استفاده بکنیم، در این شکی نیست. از اشتباهاتی که شده باید تجارب بسیاری دیگر بیندوزیم. که آزادی شعار نیست، حق هست، حق همه‌مون، حق ایران هست، حق مردم ایران هست. جامعه ما جامعه آزادی باید باشد. اگر نیست تقصیرش به عهده کیست؟ من و تو مسئول اون هستیم. اگه من و تو با هم باشیم، دور یک نهادی جمع شویم و حرفای منفی رو پشت سر خود بگذاریم و به این بیندیشیم به چه شیوهی، با چه رفتاری، با چه کرداری، با چه گفتاری میتونیم دور هم جمع شویم، به چنین دانشی دست یابیم، میتونیم گام‌های بسیار بزرگی برای سرنگونی این نظام برداریم. اگه مهر ایران در دلهایمان هست، راهی جز این نیست. باید به شرایط کنونی بیندیشیم و آینده نگر. چطور میتونیم، چگونه میتوانیم عمر این نظام گندیده رو در ایران کوتاه سازیم؟ چه شیوهی رو باید اتخاذ کنیم؟ چه نوع رهبری رو باید پیدا کنیم، انتخاب کنیم و چه سیاست هایی رو باید اتخاذ سازیم؟ رژیم اسلامی در ایران کارش تفرقه اندازی است، کارش کلاهبرداری است. در این کار مهارت بسیار بسیار بزرگی دارن. من و تو هنوز به تولید و باز تولید فرهنگ اینا میپردازیم. خب تا زمانی که به باز تولید فرهنگ حکومت ننگین اسلامی میپردازیم، در جهت تحکیم اینا گام برمیداریم، نه در جهت سوس کردن اینا، نه در جهت سرنگونی اینها. اگر خواهان سرنگونی اینها هستیم، راهی جز اتحاد، همبستگی، یک پارچگی، هماهنگی و همکاری بین ما نیست. راهی جز این نیست. حرف نیست، شعار نیست، عمل است. ما نیاز به زنان و مردانی داریم که اهل عمل باشند. حرفا زده شده، 34 سال است که داریم حرف میزنیم، صحبت میکنیم، هی به هم میپریم، هی به گذشته برمیگردیم، نه گذشته‌ای که
با فرهنگ و ارزش هایی که تمدن بزرگی رو ساختیم. من مخالف اون فرهنگ، اون تمدن نیستم، طرفدار سرسخت آن نیز هستم. 35 سال 6 سال پیش نیز تمدن بزرگی نداشتیم. خواب رویایی بیش نبود. تمدن بزرگ با فرهنگ گندیده ملاها و آخوندها سرنگون نمیشد. اگر ملاها و آخوندها و چیزی به نام حکومت ننگین اسلامی در ایران هست، نظام گذشته در آوردن این شرایط سهم بسیار زیادی دارد و داشته. اکنون باید انرژی خودمون، ویژگی‌های مثبت خود رو برای ساختن اتحادی پدید آوریم که نیاز همه ماست. چنین تفرقه هایی، چنین دوگانگی هایی در حال حاضر به نفع ما نیست، به نفع مردم ایران، به نفع کشور ایران، به نفع آینده ایران نیست. نهضت ایرانیان دموکرات برای این بنیاد شده. ما به چنین نهضتی نیاز داریم که دور هم جمع شویم، آنچنان جمع شویم که تعدادمان به میلیون ها نفر برسد تا بتوانیم خطری بزرگ برای سرنگونی کامل نظام اسلامی در ایران باشیم. بدون چنین نهضتی، بدون جمع شدن چنین ملتی، به بیراهی خواهیم رفت. همون گونه که 35 سال 34 ساله در آن هستیم.